سلام، به تارت لونا خوش اومدین. تو این ویدیو میپرسیم که در آینده نزدیک قرار چه اتفاقاتی بیفته. روبروتون تو تصویر 3 دسته کارت رو میبینید. گروه اول، دوم و سوم. چند تا نفس عمیق بکشین و از شهودتون کمک بگیرین. تمرکز کنین و هر کدوم از این اعداد یا هر کدوم از این دسته ها که بیشتر توجهتون رو جلب کرده پیغامی برای شما داره. با آرامش و تمرکز یکی از این گزینه ها رو انتخاب کنید. وقتی انتخاب کردین زمان هر کدوم از دسته ها رو در پایین گذاشتم. در قسمت کامنت ها میتونین روش کلیک کنین و برین به همون دسته ای که انتخاب کردین. میبینمتون. گروه اول خوش اومدین. اول با کارت اوراکلتون شروع میکنم و میخونمش براتون. تو این کارت گفته که زمانی که همه چیز مشخص به نظر میرسه ممکنه چیزهایی بیشتر از اون چیزی که در ظاهر به نظر میرسه در حال انجام شدن باشه. موقعیتی که توش هستین رو دست کم نگیرین. 2 بار فکر کنین یا 2 باره فکر کنین و خیلی عمیق‌تر قبل از اینکه دست به اقدام بزنین خوب فکر کنین. ممکنه زمانی که خوب فکر کنین یک نتیجه دیگه بگیرین. و اون کارت دیگه اوراکل شما تیک تاک ساعت رو نشون میده و زمان. خب همین اول کار میتونیم بفهمیم که شما در موقعیتی قرار گرفتین که ممکنه کمی براتون ناشناخته باشه، مخصوصا وقتی که کارت های تاروت رو نگاه میکنیم. این که اول از همه این که شما باید صبور باشین. وقتی کارت هنگمن میاد با ملکه سکه، ترکیب این دوتا به شما یادآوری میکنه که شما نیاز دارین در موقعیتی که قرار دارین صبور باشین و فاکتور زمان خیلی مهمه. شما الان ممکنه فکر کنین، رویا پردازی کنین یا گیج باشین حتی در مورد آینده‌ای که پیش روتون هست. اینکه جواب واضح و روشنی الان ندارین. جالب اینجاست که کارت اوراکل از شما خواسته که بهتر فکر کنین و دقیق‌تر به این موقعیتی که توش قرار دارین فکر کنین و تحلیلش کنین. ولی در بین کارت‌های تاروت شما کارت‌های شمشیر نیست که بیشتر به فکر کردن اشاره داره و میگه که زمان فکر کردنه. در واقع اون چیزی که اتفاق میفته و اون چیزی که در آینده نزدیک شما باید بدونین این هست که شما از شهودتون کمک میگیرین. اون چیزی که از شما مخفی مونده قرار نیست با فکر کردن زیاد مشخص بشه. اون چیزی که مشخص میکنه، اون چیزایی که شما رو گیج کرده با شهودتون به دست میاد، با صبور بودنتون. شما نیاز دارین تا با خودتون ارتباط برقرار کنین، با زمین ارتباط برقرار کنین و با کسایی ارتباط برقرار کنین که انرژی مادرانه توشون خیلی زیاده یا انرژی زنانه خیلی توشون غالبه. آدمایی که خیلی صبور هستن، خیلی به زمان فرصت میدن تا مشکلات رو حل کنه. کسایی که خیلی حمایتگر هستن. شما نیاز دارین که با این آدما مشورت کنین و از زاویه دید اونها به شرایطی که توش هستین نگاه کنین. این میتونه خیلی شما رو کمک کنه. ممکنه چیزایی از شما مخفی مونده باشه یا شما سعی دارین که یک سری چیزایی رو مخفی کنین. این هیچ اشکالی نداره. شاید مثلا یک سری ایده ها و آرزوهایی دارین که ترجیح میدین الان از بقیه مخفی بمونه. بازم این هیچ اشکالی نداره، چون در نهایت شما باید بردبار باشین و بدونین که اطلاعاتتون رو با کی در میون میذارین. شاید الان زمان مناسبی و رازداری باشه. در نهایت ممکنه شما یه خورده از کند بودن شرایط، این که باید خیلی زاویه دیدتون رو تو این موقعیتی که هستین عوض کنین و صبور باشین. ممکنه یک ذره ناراحت باشین از این وضعیت، ولی بدونین در نهایت این موقعیت به شما قدرت میده. شاید
اتفاقات برای همین کند شدن که شما نیاز دارین که قدرت درونیتون رو دوباره پیدا کنین که این اتفاق میفته. شما یاد میگیرین که چجوری استقامت داشته باشین، چجوری شجاعتتون رو به دست بیارین و چجوری با فاکتور صبور بودن و زمان کنار بیاین. هر چقدر که شما یاد بگیرین در آینده نزدیک این کار رو بکنین، قدرت و شجاعت بیشتری دارین برای اینکه به خواسته هاتون برسین یا تغییراتی رو که میخواین به وجود بیارین. میتونین و این کاری هست که انجام میدین، اینکه از مدیتیشن استفاده کنین، از تصویر سازی، از قانون جاذبه، از تمام چیزهایی که به شما کمک میکنه تا بتونین آیندهتون رو ترسیم کنین. الان خیلی زمان حرکت نیست، بیشتر زمان صبور بودن و تصویر سازی و خیال پردازیه. البته باید مراقب باشین که خیال پردازی ها خیلی از واقعیت دور نشه. همیشه تعادل رو نگه داریم. ولی اون چیزی که به شما خیلی کمک میکنه شجاعته. حالا این شجاعت به هر شکل و فرمی ممکنه بیاد. ممکنه آدمایی سر راهتون قرار بگیرن که به شما رو کمک کنن تا اعتماد به نفستون رو ببرین بالاتر. ممکنه شخصیتایی بیان که خیلی شجاع باشن، شما ببینین که استقامت زیادی از خودشون نشون میدن تو زندگیشون و اینا بتونن به شکل الگو برای شما در بیان، الگوی کسایی که تونستن موفق بشن. پس از این الگوها استفاده کنین و این ماه استفاده میکنین از این الگوهایی که میان تو زندگیتون. در نهایت با زمان نجنگین. زمان کلید حل مشکلات شما هست و اینکه به اتفاقاتی که میفته خیلی دقت کنین و به زمان اتفاق خیلی دقت کنین. در آینده نزدیک ممکنه کسایی بیان و به شما یه بازه های زمانی رو پیشنهاد بدن برای انجام یه سری کارها. به اون بازه های زمانی دقت کنین. زمانی که اعتماد به نفستون به شما برگرده، زمانی که احساس قدرت کنین، میتونین حرکت کنین و اون تاریخ ها رو یادداشت کنین و زمانی که قدرت درونیتون رو پیدا کردین، تو اون تاریخ هایی که بهتون پیشنهادی میشه دست به اقدام بزنید. این چیزایی بود که فعلا دیدم در آینده نزدیک برای شما. امیدوارم براتون مفید بوده باشه، امیدوارم راهنمایی شده باشین. اگه دوست داشتین کانال رو به دوستاتون معرفی کنین. اگه دوست داشتین تجربیاتتون رو با من در اشتراک بذارین و با بقیه دوستا در قسمت کامنت بذارین برای من. خوشحال شدم و میبینمتون. سلام گروه شماره 2، خوش اومدین. فالو با تفسیر کارت اوراکلتون شروع میکنم و براتون میخونمش. نوشته زمانی که در موقعیت قدرت قرار دارین، یعنی زمانی که در موقعیت رهبری یک جایی یا ارگانی یا موقعیتی قرار دارین، تصمیمات منطقی و شجاعانه بگیرین. ممکنه کلافه بشین یا غمگین بشین یا احساس کنین که موقعیت و شاید از کنترلتون خارج شده، ولی در نهایت باید کاریو بکنین که باید انجام بدین. حتی اگر که بقیه یا موقعیت ناامید کننده به نظر برسه و خلاف خواسته شما حرکت کنند آدم‌ها یا شرایط، باز هم شما باید کاریو بکنین که باید. این کارت اوراکل شما خیلی در هماهنگی با کارت دیگه هست که نوشته باور داشتن و اعتماد داشتن. خب شما در موقعیتی الان هستین که نیاز دارین که یک تصمیمی رو بگیرین. ببینید وقتی با کارت اول شروع میکنیم، کارت اول کارت 4 شمشیر هست که نشون میده شما دارین تمرکز میکنین، مدیتیشن میکنین یا دارین فکر میکنین که چجوری میتونید تو این موقعیتی که قرار دارین
آرامش رو دوباره برقرار کنین. مسئله اینجاست که الان شما تو موقعیتی قرار دارین که تصمیمای زیادی هست، آرزوهای مختلف ممکنه داشته باشین، کسایی باشن که خواستهای مختلف از شما داشته باشن و شرایط طوری باشه که هر کسی میخواد نظر خودش رو اعمال کنه و خواسته خودش رو بیان کنه. پس شما تو موقعیت که هستین که نیاز دارین آرامش ذهنی رو به دست بیارین و خودتون تصمیم درست رو بگیرین. حتی کارت دوم که کارت شماره 1 سکه هست، میبینین که اون بذری که از دل زمین اومده بیرون 2 شاخه داره. یعنی یک بذر داریم ما که همزمان 2 نیاز هست که برآورده بشه، 2 چیز مختلف هست که قرار برآورده بشه. یا کارت پایینی رو اگه ببینین، میبینین که 2 نظر متفاوت هست، 2 نظر شاید مخالف هم هست. پس شما تو موقعیتی هستین که تصمیم گیری سخته، در بین انتخابای زیادی هستین، نظرات مختلفی میان و شما باید از بین اونها تصمیم درست رو انتخاب کنید. تو این موقعیت بهترین کاری هست که اول از همه این که آرامش خودتون رو حفظ کنین و فکر کنین که چجوری میشه تو این موقعیت بهترین تصمیم رو گرفت. برای این کار باید فکر کنین که تصمیم درست همیشه اون تصمیمی نیست که همه قرار باشه راضی باشن و همینطور تصمیم درست تصمیمی نیست که برای ما نتیجه آنی داشته باشه یا تایید آنی داشته باشه. تصمیم درست تصمیمی هست در اینجا برای شما، تصمیم درست تصمیمی هست که شما واقعا فکر میکنین که خیر و صلاح همه در اون تصمیم هست. ممکنه الان خوب به نظر نرسه، ممکنه الان خودتون از تصمیمتون راضی نباشین یا شرایط جوری باشه که شما از تصمیمتون راضی نباشین. ممکنه گفتگوی ذهنی و درونیتون بگه که نه، باید تصمیم دیگه گرفت، یا ممکنه آدمایی باشن که انتظار دارن که شما یه تصمیم دیگه بگیرین. ولی اون چیزی که هست این که شما احساس کنین اون چه تصمیمیه که خیر صلاح شما رو داره، شما رو عمیقا خوشحال میکنه، به شما اعتماد به نفس میده، به شما حس زندگی میده، انرژی میده. حتی اگر که شرایط اونجوری که هست به نظر نرسه، شما باید اعتماد داشته باشین. کارت اوراکل از شما میخواد که به این پروسه اعتماد کنین. ممکنه شرایط دیر نتیجه بده، حتی ممکنه تصمیماتی که شما الان گرفتین به شما نتیجه آنی نده، ولی باید صبور باشین و بدونین که خیلی روشنه هر تصمیمی که میگیرین در آینده برای شما خیلی مثبت قرار باشه. این فالی بود که برای شما گرفتم، گروه شماره 2. امیدوارم راضی بوده باشین، براتون مفید باشه. اگر دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کانال رو به دوستاتون معرفی کنین و تجربیات خودتون رو در قسمت کامنت ها با من و بقیه دوستا به اشتراک بذارین. میبینمتون. خدا نگهدار. گروه شماره 3 خوش اومدین. فال شما رو با خوندن کارت اوراکلتون شروع میکنم که نوشته صبور باشین. نوشته شما به اندازه کافی صبور نیستین. صبور بودن به معنی هیچ کاری انجام ندادن نیست. صبور بودن یعنی اینکه بدونین که در موقعیتی که الان هستین هیچ کاری نمیشه انجام داد. صبور باشین و بدونین اون چیزی که فکرشو نمی کردین اتفاق میافته. این کارت اوراکل در کنار کارت اوراکل دیگه‌ای که برای شما اومده، همونجوری که کارت رو میبینید یک لاک پشت هست که یک گنج رو روی پشت خودش داره حمل میکنه و میاره. جالب اینجاست که این کارت و کارت هنگمن که توی کارت تاروتتون اومده، هر 3 دارن به این اشاره میکنن که بهتر صبور باشین، چون همونجوری که میدونین لاک پشت حرکت کندی داره.
ولی اون چیزی که آورده، اون چیزی که داره حمل میکنه، اون چیزایی خوب و مثبتی که با خودش همراه داره رو بالاخره به شما میرسونه، حتی اگه کند باشه. کارتا میگن که شما ممکنه از نظر عاطفی و احساسی آزرده شده باشین، ممکنه شکست ها و غمی رو دارین تجربه میکنین، ممکنه شما تو موقعیت‌های قرار گرفته بودین که خیلی سخت و دردناک بوده، احساس کردین که یه دست پشت به شما خنجر زدن، یا ممکنه این گفتگوی درونی خودتون بوده، این که افکار منفی به اوج خودشون رسیدن و شما رو از پا در آوردن به نوعی. ممکنه باعث یک سری ناراحتی های جسمی هم برای شما شده باشن، غم، ناراحتی، اضطراب‌های شدید، ممکنه به سلامتی فیزیکی شما هم آسیب رسونده باشن. حتی هر چی که هست، شما تو یک مرحله از ریکاوری هستین. کارت خورشید وقتی بالای کارت 5 جام اومده به من اینو میگه که شما در حال بهبود پیدا کردن از یک سری غم‌ها و مشکلاتی که داشتین، ولی باید صبور باشین تو این راه. یکی از اون چیزایی که باید روش کار کنین و کار میکنین روی صدا و گفتگوی ذهنی خودتون هست. اینکه چقدر افکار منفی که داشتین باعث شده که ناامید باشین از شرایطی که دارین، چون ناامیدی یه بخشش اتفاقات بیرونی هست، اینو نمیشه انکار کرد. ممکن اتفاقایی بیفتن که باعث دلسردی و ناامیدی ما بشن، ممکن ما رو غمگین کنن، اتفاقاتی که در کنترل ما نیست اصلا. ولی ما نباید بذاریم که اون اتفاقات منفی باعث بشه که گفتگوی ذهنی ما تبدیل بشه به افکار منفی. ما میتونیم جلو اونو بگیریم. هر اتفاق تلخی که افتاده ما ازش درس میگیریم یا صبر میکنیم. تو این شرایطی که مخصوصا شما الان دارین، صبر میکنیم تا زمان اونو بهبود بده. و اینکه هم ممکنه شما پیش یک کسی مثل روانشناس برین که خیلی میتونه کمکتون بکنه، کسی که به حرفاتون گوش میده و به شما میگه که باید یک پروسه‌ای رو صبورانه طی بکنین تا دوباره آرامش درونیتون، تا دوباره خوشحالی، سرزندگی، میل به زندگی رو دوباره پیدا کنین. ممکنه این آدم خود شما باشین، که سعی میکنین احساسات منفی رو از خودتون دور کنین و از تجربیات تلختون بیاین بیرون. ممکنه خودتون به خودتون کمک کنین، ممکنه یک شخصی از بیرون بیاد، ممکنه یک مرد باشه، جنسیتش خیلی مهم نیست، ولی کسی به زندگیتون میتونه بیاد که خیلی تو این راه به شما کمک میکنه تا بهبود پیدا کنین، التیام پیدا کنین، افکار منفیتون رو از بین ببرین، احساسات منفی مثل غم، افسردگی، ناراحتی از خودتون دور کنین. در نهایت باید بدونید که وقتی این پروسه رو طی کنین، آینده خیلی برای شما روشن هست. دوباره حس سرزندگی و میل به زندگی به شما برمیگرده. اتفاقات مثبت در راه اتفاق افتادن هستن، فقط یه مقدار کند هستن الان و نیاز به صبوری شما دارن. این فال شما بود، گروه شماره 3. اگه دوست داشتین منو فالو کنین، لایک کنین ویدیو رو، کامنتاتون رو با من و بقیه دوستا به اشتراک بذارین. میبینمتون و خداحافظ.